بله بفرمایید شما. خواهش. همینطور که قبلا کردم خدمتتون این عکس میشه توضیح بدین؟ بله، پدر و مادرم هست. روحشون شاد. پدر 5 سال فوت کردن، مادرم 13. این هم یه سری از وسایل پدر هست. وسایل قدیمی. اینجا شهر کلات، قدیمی ترین خونه کلات اومدیم بچه ها. این اتاق هم به نام اتاق مهمانخانه آقا جان معروفه. بله. و 151 سال از ساختش میگذره. درود. پدر بزرگم 107 سال پیش 1917 میلادی که از تفلیس اومدن اینجا رو آماده بودی خریدن. این اتاق با اون اتاق کناری به اضافه اینجا رو ما اصطلاحاً دالون میگیم. دالون. اینجا دالونه بچه ها. درود بر شما. فوق‌العاده است. حالا بریم. عجب خونه بزرگی. وای بچه ها نگاه کن چی همه اتاق داره. در حال حاضر 16 تا اتاق و دالون و از این حرفا. 16 تا اتاق داره اینجا. این فرش زیر پایتونم بهش پلاس میگیم که از توسط هنرمندان این منطقه بافته شده. این بیش از 60 سال پیش هم بافته شده. 60 سال پیش بافته شده بچه ها ببینید. اینجا یه پسر خوب نگهبان هست و نه آشنا. این اتاق مهمانخانه حاجی بابا. بله. در 4 گوشه این اتاق اینجاها جا چراغی تعبیه شده. تو زمان ادیسون و از این حرفا که نبود. جا چراغیه بچه. بله، چراغای پیسوز می‌داشتن. بله. 6 ماه روشن بوده اینجا. هم اوور نور میداده هم ایور. یک سوراخی هم اینجا برای اکسیژن مورد نیاز گذاشتن. احسن ایول. معماری قدیمی و خیلی هم اصیل. این تصویرم پدر بزرگ پدریمون هستن، ایشون هم خانومشون هستن که صاحب این ملک بودن. این آقا عموم هستن، ایشون دایم هستن، همشون به رحمت خدا رفتن. روحشون شاد. و این طرف هم ایشون پدر بزرگ پدریم هستن. این عکس هم مال 189 سال پیشه. این آقا باز پدر این آقاست. این دوتا با هم پسرعموی هم. این آقا پسر، این آقای میانسر و این آقا به اضافه این آقای پیرمرد، هر 4 فرد یک فرد هستن. با فاصله. مثلا این عکس مال سال 41. بله. آره. روحشون شاد. چقدر قشنگ. درود. این یادشون اتاق مهمانخانه حاجی بابا بهش میگیم. گاهن اینجا مثلا بیمارستان میشه.